به علت کم شدن سطح آبی دریای غند و کاهش یافتن تولید نیروی برق، انتقال برق به دهات ولایت مطابق رجا داده می شود. زیرا ساکنان شهر و کارمندان مؤسسه های دولتی، خصوصی و جمعیتی امکان روشن و گرم کردن خانه های استقامتی و جای کار با هیزم و انگشتسنگ را ندارند و از این رو شرکت پامیر انرژی 24 ساعت شهر خاروق را از نیروی برق تامین می کند. اکثریت ساکنان دهات که فرزندان خویش و تبارشان در شهر خاروق زندگی، کار و تحصیل می کنند، از این اقدام شرکت پامیر انرژی پشتیبانی می کنند. اما بعضی از مرکزهای خدمت رسانی نه تنها نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده نمی برند، بلکه یگان طلبات بی‌خطری و سوختار را نیز رعایت نمی کنند. فکر و ذکر همه تاجران بازار تنها جمع آوری مبلغ است. از آن اندیشه نمی کنند که اگر یک روز سوختاری به عمل آید، نه تنها خانه آنها بلکه تمام خانه های گرد و اطراف آتش می گیرد و خسارات مالی آن را کی پرداخت می کند؟ کارمندان ریاست خدمات آتش نشانی نسبت تاجران و صاحبکارانی که قاعده های بی‌خطری از سوختار را ویران نمودند، سندهای مأموری ترتیب دادند و به همه تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی برای اصلاح نقص و کمبودی ها یک هفته مهلت دادند و تاکید نمودند که اگر تا سنجش نوبتی کمبودی ها برطرف نشوند، درشان بسته می شود.